بریم عزیزان امروز با هم این خورش قیمه مجلسی خوش رنگ و عطر و بو رو درست کنیم. مواد لازم: پیاز 1 عدد، گوشت تیکه گوسفندی 500 گرم، لپه به ازای هر نفر 2 تا قاشق غذاخوری پر نیاز داریم. 2 عدد لیمو لازم داریم که من گذاشتم توی آب تا ترخیش گرفته بشه و ادویه، زردچوبه، پودر پاپریکا و فلفل سیاه نیاز داریم. خب عزیزان پیازمون رو نگینی خورد کردیم، گذاشتیم سرخ شد. به این مرحله طلایی که شد گوشتمون رو اضافه میکنیم. گوشتمون سعی میکنیم که با استخونم باشه، یه تیکه استخون داشته باشه که خورشتمون خوشمزه تر بشه. لپه ها رو هم اضافه میکنیم. لپه هامون رو که خیس داده بودیم آبش رو صاف کردیم و به گوشت ها اضافه میکنیم، میذاریم تا یه سرتف بخوره. درش رو میبندیم تا گوشت ها تغییر رنگ بده. خب حالا عزیزان گوشتامون که تغییر رنگ پیدا کرد و سرتف خورد، رب رو اضافه کردم. 2 قاشق رب هم نیاز داشتیم برای قیممون که ببخشید من فراموش کردم توی مواد لازم اینو بگم. حالا که ربمونم تفت خورده و مزه خامیش گرفته شده، ادویه ها رو اضافه میکنیم و مخلوطشون میکنیم، هم میزنیم تا کاملا یه تفتی بخوره و بعد آب خورش رو بهش اضافه کنیم و بذاریم با حرارت کم خورشتمون جا بیفته. توی این مرحله آب گیت رو اضافه میکنیم. عزیزان نمک رو زمانی اضافه میکنیم که گوشتمون نیم پز شده باشه، چون نمک از اول اگر بریزیم توی خورش باعث میشه که گوشتمون دیرتر بپزه. پس میذاریم تا گوشتمون نیم پز بشه و بعد نمک و لیمو رو اضافه میکنیم. خب عزیزان خورشتمون گذاشتیم روی حرارت کم تا پخته بشه و جا بیفته. الان گوشت خورشتمون یکم نیم پز شده. ما لیمو رو اضافه میکنیم، میذاریم تا مزهش قشنگ داخل خورش تا زمانی که پخته میشه پس بده. و چند تا نکات ریزش هست که بهتون گفتم این خورش رو خیلی خوشمزه میکنه. عزیزان این نکات ریز مثلا برای 4 نفر خورش نیاز داریم که پیاز بزرگ استفاده کنیم. 1 دونه پیاز بزرگ یا 2 عدد پیاز متوسط باید استفاده کنیم. نکته دیگه خورش اضافه کردن همین لیمو عمانیه که من درسته همیشه توی خورش میندازم و 2 تا سوراخ توش ایجاد میکنم، چند دقیقه توی آب سرد بذارم تا تلخی لیمو گرفته بشه. نکته سومم این بود که نمک خورش رو زمانی که گوشت نیم پز شد اضافه میکنیم تا گوشت سفت نشه و کاملا پخته بشه. نکته خوشمزه خورشت قیمه وقتی که پخته شد و به روغن نشست مقداری هل و دارچین هم بهش اضافه میکنیم. این نکات ریزی بود که من قول داده بودم که بهتون بگم تا اینکه یه خورشت قیمه خوشمزه و واقعا جا افتاده ای رو بتونین درست کنیم. خب عزیزان خورشتمون تقریبا جا افتاده و
به روغن نشسته. حالا اون نکته‌ای که بهتون گفتم، اضافه کردن هل این و دارچین هست به خورش. هل و دارچین واقعا خورشت قیمه رو که میگن مجلسی، نکته ریزش اینجاست. خورشت و خوش عطر رو خوشبو میکنه. بذاریم یکم دیگه جا بیفته تا بعد بریم توی ظرف خورشتمون رو بکشیم و آماده بشه. عزیزان، اینم از پلو خورشت قیمه مجلسیمون. این روشی که من درست کردم و اگر درست کنین قول میدم همیشه با همین روش خورشت قیمه درست میکنین. امیدوارم درست کنین و لذت ببرین. ممنون میشم برای دوستانتون به اشتراک بذارید و لایک و سابسکرایب یادتون نره.